چهار تا الان کتاب یا کتابچه بگی در ابواب مختلف ترجمه و تألیف بکنم. یکی از چه در ابتدایی، چه در راهنمایی اون موقع، چه در متوسطه، زبان بلوچی شهر سرامان بودم. خودم به صورت شخصی و خصوصی داشتم. هرچند موفق نشده بودم در کلاس‌های عمومی شرکت بکنم. اولین بار که من زبان بلوچی رو از هر کس یادم هست، استاد بردبار پرسید، گفت من رایلی رو دیگه نمی‌دونم چیه. یکی دیگه متوجه بشه که چه گذری را از لحاظ بحث سیاسی و حکمرانی. سلام و درود خدمت تمامی بینندگان محترم. ما در کانال شوهاز قصد داریم به معرفی شاعران و نویسندگان مطرح بلوچستان بپردازیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هستیم خدمت استاد عابدحسین بارکزئی، فعال فرهنگی و در رابطه با زبان بلوچی. استاد اگه میشه خودتون یک معرفی کامل فرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عابدحسین بارکزئی، ساکن سرامان و عرضم حضور شما تمام دوران تحصیلیم، چه در ابتدایی، چه در راهنمایی اون موقع، چه در متوسطه، در شهر سرامان بودم. در متوسطه در رشته ریاضی فیزیک دیپلم گرفتم در سال 70. بعد از اون هم به دانشگاه رفتیم در رشته علوم آزمایشگاهی، ابتدا کاردانی آزمایشگاه و بعد از اون کارشناسی آزمایشگاه رو گرفتیم. استخدام شدیم در مرکز بهداشت سرامان در آزمایشگاه مرکزی. در اونجا مشغول شغل علوم آزمایشگاهی بودیم تا حدود نزدیک به 10 سال. بعد از اون هم رفتیم یک در رشته حقوق کارشناسی حقوق گرفتیم. در داخل مرکز بهداشت در واقع ما را تبدیل وضعیت کردن، از قسمت آزمایشگاه به قسمت امور حقوقی رفتیم و تا به امروز من به عنوان کارشناس امور حقوقی در مقطع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی در واقع مشغول به کارم. در طول این مدت الحمدلله موفق شدم که 4 تا الان کتاب یا کتابچه بگی در ابواب مختلف ترجمه و تألیف بکنم. یکی از کتاب‌هایی که در ابتدا ترجمه کردم بحث رویدادهای سیاسی جماعت اسلامی بود، جماعت اسلامی پاکستان. اون به صورت تألیف در واقع با تدوین شده ارائه دادم. در دهه 70 بود، دهه 80، ابتدای دهه 80. بعد از اون هم کتابی بود در مورد آداب جلسات دینی که مال استاد سقر بود، به عربی ترجمهش کردیم به زبان فارسی، که نحوه برگزاری جلسات با چه آداب و رسومی باشه بهتره. به صورت فنی و تخصصی استاد سقر اونا رو اونجا مطرح کرده بود که منم گفتم که بهتر است که ما هم بتونیم راحت تر از این موارد استفاده کنیم. بعد از اون یک کتابی بود به زبان اردو مال برادر پدر بزرگم آقای غلام محمد نورالدین که پدر بزرگ بنده بودن، به زبان اردو در مورد تاریخ مختصری بر تاریخ بلوچستان بود در واقع، یا به قول معروف بلوچستان کی اهم واقعیات، اتفاقاتی که در بلوچستان افتاده بود. بیشتر اون کتاب بلوچستان پاکستان بود، در تاریخچه بلوچستان، قوانین قلات که در داخل بلوچستان پاکستان بودن. من هم سعی کردم که چون که هم کتاب مختصر بود هم مفید و یک تاریخچه ای رو میتونستم یک فرد در یک جلسه در یک روز مطالعه بکنه و متوجه بشه که
چه گذری را از لحاظ بحث سیاسی و حکمرانی در بلوچستان ما گذشت کرده، اینو مطالعه بکنه و در یک جلسه میتونه اینو متوجه بشه و قابل فهم باشه. سعی کردم با یک زبان سلیس فارسی این کتاب برگردونم و این کتاب الان به نام کتاب سیری در تاریخ بلوچستان هستش در اختیار دوستان و عزیزان. این هم در همون دهه 80 ما منتشر کردیم. یک کتاب دیگری هم در باب از لغت عربی در واقع برگردونده بودم به فارسی. اونم کتاب بیشتر در مورد دعاهای اسلامی است، همون ادعیه‌ای که ما همیشه استفاده میکنیم. این کتاب هم هستش به نام ادعیه اسلامی که من ترجمهش کردم و تحویل دادم. بعد از اون هم یک کتاب جناب شیخ آقای عابد اسکانی، چون که مراوداتی از قدیم از دوران نوجوانی با این شخصیت بزرگ داشتم، سعی کردم که ایشون خیلی منو تشویق کرد، خیلی اصرار داشت که کتاب میرجنگی و میرزنگی رو که کتاب بلوچی و داستانهای بحث اعتیاد و معضلاتی که مواد مخدر بر پیکره بلوچستان، پیکره منطقه ما در واقع به وجود آورده و معایب و ایراداتی که در واقع رفتار و کردار خانواده‌های ما، اقوام ما یا بهتر بگیم طوائف مختلف به وجود آورده. این کتاب مختصری از وضعیت جامعه مواد مخدر ما هست. من این کتاب وقتی که مطالعه کردم، هرچند با یک قصاید بسیار صورت هم جای به صورت قصاید، صورت شلام بگیم شاید جای به صورت شبه نثر هم بود، ولی من خیلی فرهیخته کرد که نسبت به این کار بزرگ من یک کاری انجام بدم، ترجمه‌ای باشه برای تو در مناطق بلوچستان بالاخره ایران زمین خیلی نمیتونن بلوچی بخونن، مطالعه بکنن، بخصوص کلمات بلوچی و بسیار قدرتمند و قوی که جناب عابد اسکانی عنوان یک شاعر بزرگ بلوچستان در زبان بلوچی اونجا در کتاب خودش به کار برده، یه مقدار مفهومش و فهمش خیلی سخته. بالاخره افرادی که بلوچی بلد نیستن هم بدون اینو مطالبش رو درک بکنن و بفهمن. شروع کردیم در همون سالیان، تقریبا همون ابتدای دهه 80 با هم دیگه ارتباط داشتیم، من و جناب آقای عابد اسکانی، و هر از موقعی که ایشون می اومد ایران بالاخره با هم نشستایی داشتیم که برای ویراستاریش و برای شاید کلماتی بود که مثلا من متوجه نمیشدم، هر چی فرهنگ و لغت و حتی به بقیه هم میگفتن. یادم هست یک کلمه گفته بود که مثلا میرزنگی رائیلی را دزدید. حالا رائیلی برای من خیلی سخت بود، رائیلی اینجا چیه؟ از هر کس یادم هست استاد بردبار پرسیده، گفت من رائیلی رو دیگه نمیدونم چیه. یکی دیگه از اساتید بود اون موقع استاد مرحوم نسیم علوی بودن، رائیلی منم متوجه نمیشم تا استاد خودش اومد گفتم این رائیلی تو هیچ فرهنگی نیست، چجوریه؟ میگه نام یک برند دوچرخه‌ای هست به نام رائیلی، نام یک برند. اون زمان مثلا میگفتن یاماها، موتور یاماها، اینم برنده به نام رائیلی. حالا من متوجه شدم که این دوچرخه رائیلی رو مثلا با برند رائیلی دزدیده. خب خیلی از لغات دیگر هم بود برای من خیلی سنگین بودن که من اصرار داشتم کار من نیست، ولی استاد خیلی مصر بودن که شما شروع بکن، ما در کنار هم دیگه. بعد از اون هم الحمدلله استاد قوس بهار هم خیلی کمک کردن و ایشون هم در تصحیح متن و غیر ذالک در تفهیم اون لغات خیلی من کمک کردن، به صورت خصوصی جلسات زیادی داشتیم و این کتاب موفق شدیم بالاخره. شاید 10 سال طول کشید
باید ترجمهش بکنیم، ویراستاری بشه. انجمن ایرانشناسی هم رفت ویراستاری شد، دکتر محمود زئی و بقیه هم متن دادن، آقای ایران نژاد هم متن دادن بر روی و الحمدلله حالا کتاب اون موقع چاپ شد و در دسترس بود. الان نمیدونم، فعلا فکر کنم دیگه چاپ مجدد نشده. این مجموعه کارهایی بود که علاقه‌ای بود که به خاطر زبان بلوچی من خودم به صورت شخصی و خصوصی داشتم. هرچند موفق نشده بودم در کلاس‌های عمومی شرکت بکنم. اولین بار که من زبان بلوچی رو رفتم به صورت آموزشی یاد گرفتم همون سال 70 بود، 1370 که من دیپلم گرفته بودم. رفتم کراچی، بعد اونجا با یکی از اقوام مولانا خیر محمد ندوی از اقوام نزدیک ما هست، پیش ایشون رفتم گفتم که تو من زبان بلوچی یاد بده. گفت من به شرط یاد میدم که از این کتاب من تدریس باید تو یاد بگیری. یک کتابی داشت اونجا بهش گفتم بولچال بلوچی، که بر اساس این کتاب، نه بر اساس کتاب سید هاشمی که راست نویسه، گفت نه بر اساس اون، نه بر اساس این کتاب من که ایشون نوشتنش و خواندنش همون الفاظ حی و قاف و اینا رو سرش تأکید میکرد. خب در این روش سید هاشمی خب یه مقدار تفاوت هست، شما خودتون استادید بهتر میدونید. گفت بر اساس این من بهت یاد میدم، نه بر اساس. گفت فرق نمیکنه، تو بر اساس این یاد بده، من بر اساس اون میخونم. آره یه جوری جمع میکنیم که من همونجا پیش ایشون هر بعد از ظهر تقریبا 1-2 ساعت میرفتم. و یه مغازه خیلی کوچیکی داشت اونجا، کتاب فروشی، در واقع کتاباش اونجا بود. شرط دومم گذاشته بود باید از این کتاب من خریداری بکنی. من ازت پول نمیخوام ولی از اینک باید خریداری بکنی. و ما چند تا کتاب ازش گرفتیم. حدود 2 ماهی تقریبا ما پیش ایشون اولین بار به صورت آموزشی زبان بلوچی رو پیش استاد ندوی خوندم که استاد ندوی خب یه شخصیت‌های بسیار بزرگ بلوچستان در زبان بلوچی، اولین شخصیتی هست که رادیو بلوچی رو در پاکستان یا ما هند در واقع غربی اون زمان راهاندازی کرده بود. و قرآن هم 11 جزء قرآن رو بعد از مولانا سربازی ایشون ترجمه کرده. فکر کنم 19 جزءشو مولانا سربازی بوده و 11 جزءشو ایشون ترجمه کرده بود. فضائل اعمال، این کتاب فضائل اعمال تبلیغیه بودن، همون موقع ترجمه کرد. منو مجبور کرد که باید اینو بخرم، ازش خریدم، هنوزم هست پیشم. یعنی شخصیت بزرگی بود در زمان بلوچی که اون نشریه سوغات داشت، به تنهایی نشریه رو میگردیم. حالا با اون دوستی که بالاخره اونجا بود کمکش میکرد. اولین بار به منم بعد از اینکه من 2 ماه رو گذروندم گفت یه متن کوچیک بنویس، میخوام تو سوغات بذارم برات. گفتم من که بلد نیستم. گفت یه چیزی بنویس تو، من تصحیحش میکنم. ما هم یه چیزی نوشتیم، نمیدونم یه داستان یه چیز تو اون شماره بنده خدا گذاشته بود، اون شماره که در سال 70 بود. البته من متن دیدم اون موقع، مجلد پیش خودم، نشریه پیش خودم بود، بعداً گمش کردم. ولی در اون سال، در اون ماهی که چیز بود، یه متن کوچکم از من گذاشته بود نشریه سوغات. یعنی ما در حق زبان بلوچی کمکاری کردیم. بعد از اونم در زمینه‌ای که خودمون رو آموزش بدیم، خودمون یاد بگیریم، در جلسات بلوچی بیشتر حضور داشته باشیم. به دلیل همین محدودیت‌های بیماری متاسفانه کم لطف بودیم. در بعضی از جلسات گذشته یادم هست که ما مشارکت داشتیم ولی خیلی به ندرت، خیلی کم. و قرار بود که ما کتاب جوشن شوم و 16 این هم ترجمه بکنیم مال استاد اسکانی رو که دیگه نشد. یعنی بعداً هم استاد دچار مشکلاتی بودن و بالاخره ما هم نرسیدیم کار انجام بدیم. خداوند متعال توفیق بده که ما بتونیم در زمینه‌های کارهای فرهنگی و کارهای اجتماعی فعالیت‌های بیشتری را انجام بدیم. این مختصری از زندگی ما بود. با تشکر از استاد عابدحسین بارکزئی.